امروز ولاگ تولد داریم. تولد پدر بزرگمه. از روزش شروع میکنیم که خواهرزاده‌مو فرستادم بره چیپس بخره برامون که چیپس و پنیر درست کنیم، چون نمیتونستیم نهار درست کنیم. بچه از نتیجهش اصلا نگم چون که سوخته بود. آماده شدم، داداشم اینا زنگ زدن، یکم من ایسکا کردن. خدافظ. من برم کاپشن اینا رو بپوشم و دیگه بریم. بچه یه دوشواری الان پیش اومده، اونم اینه که جوراب بنفشم گم شده. Oh my god. و فقط جوراب آبی در دسترسونم کثیفه. بچه تمیزیم ولی همش گم میکنم جورابامو. بچه از جوراب بگذاریم. میخوام بهتون یه موجود ناشناخته معرفی کنم، بهش میگن خواهره. چرا با اون چشای بزرگیش خیره اصلا مشکل نه دیدین این بشر مشکل داره. جلو خودشم میگم ببینید. گفتم یه خورده مشکل عقلی داره، عادت میکنید بهش، نگران نباشید. خلاصه بگذاریم ما اینجا دیگه اسنپ گرفتیم و دیگه اینا رو ویدیو نگرفتم براتون. درست بعد از گرفتن این ویدیو ما با هم دیگه بحث کردیم و با هم قهر بودیم. اینجا دیگه داداشم اومد دنبالمون، با دختر داییم و خالم رفتیم سمت قنادی. بچه ما 1 ساعت داشتیم کل شهر دور خودمون میچرخیدیم، از این قنادی به اون قنادی. این قنادی اولی بود که رفته بودیم و 2 تا کیک دیدیم و دیدیم که کلا سبکش همین جوریه و اصلا به درد تولد پدر بزرگم نمیخوره. اینجا دیگه قنادی دومی دیگه فیلم نگرفتم از مسیر. از اینجا هم رفتیم بیرون و این سومین قنادی که کیک رو گرفتیم. اینجا جلو خونه پدر بزرگم، اینم شوهر خالمه. ببینم تو ولاگ یوتیوب رسیدیم به جای حساس و زیبا و دوست داشتنی. اینجا دیگه داریم شمع و فش و اینجور چیزا رو میچینیم. بعد انقدر که هوا سرد بود و باد میزد شمع روشن نمیشد، گفتیم بریم تو راه پله و توی راه رو روشن کنیم. دیگه شمع رو به این صورت روشن کردیم انگار که خودش شمع و من و دختر داییم کیکو گرفتیم و دویدیم رفتیم به سمت پدر بزرگ. ماشاءالله. شما میرید کلی هزینه میکنید دیجی میاریم واسه تولدتون. ما این 2 تا وروجک رو داشتیم و داشتن آهنگ محلی میخوندن. اینم از ولاگ تولد حاجی بابام. تا یه ولاگ دیگه و یه پست دیگه. بای بای.